Da çilerden bir mi fevral بود. دخترها بردن گور کنه آتش بوده کشا گیری برفتن بچم پروردگار بچم خواهرتون نکنه عید از یادتون ای فرزنداتون ای چچکاتون سرتون کنه هنه برادران آوردیم چیزی که وعده کردیم در دیگر اویلا همه اویلاد هم همون قدر در حق مهاجر و در حق برادران که دور وطن دوگو باشن خاله جان انشالله دوام کنیم صاحب 5 بوزیچه چی دیگه اینا یک تا السلام علیکم به همه برادر عزیز امروز سوم روز رمضان است و ما یکم روز رمضان تقسیم کردیم برای 5 اویله و دیم روز نتونستیم از سبب که کار بسیار بود خونه ده و امروز سوم روز الحمدلله امروز گرفتیم برای 7 اویله برادر عزیز اینجا در کارچکر پیاز سبزی برادر و اینجا در ارد 14 خالتا ارد 10 کیلوه مقصد هر یک اویله در خالتایی میتیم و اینجا در برادران و اینجا برنج، مکرون، نسک، چیزای دونگی و روغن برادران و حاضر میریم انشالله تقسیم میکنیم. اکثر اویلهایی که ما تقسیم کردیم برادران اویلهایی هستند که فرزنداشون در کرانتینن و در مثلا کار کردگی نیستن و پول روی کردگی نیستن. اکثر اویله‌ها هم خیلی بخاطر همین تا امروز برای دستگیری میکردم و امروز کوشش میکنیم که ما دستگیری کنیم زنده باشیم با ما باشیم. برادران اینا الحمدلله اومدیم یکم اویلش و حاضر 4 مترش به خونه‌اش حاضر میبریم مای مادر دعا میگیریم میریم و اویلای دیگران هر وقت چه وعده کردیم ناس 5 کیلو مکرون برنج دنمو مکرون روغن 5 لیتر 20 کیلو ارد 20 کیلو کارچکه 10 کیلو سبزی 10 کیلو پیاز انشالله از میبریم اسپوریم و میریم اویلای دیگرش پروردگار در دنیا خواهرتون نکنه چند در اومده خاله جان؟ من در 73 73 بچه نداره؟ بچه ندارم هیچ که ندارم نمیده دختر دارم کم بغلک دارم کشلاکن موندم حسوس چی کردم دختر سراکم رو اصلا اکتم خچکا نه به سابق بودم در کشلاکن زیرا شما هم معنوی بچه هایش فرزندتونه خاله جان کمی ما را بچه زیاد قبول کنین در که ما دعا کنین در که مسافرهایی که دور وطن هم رو زیاد رحمت مسیح هزار مجبور به سر بیبله بیره زدم نه جوان داره خاله یا نه براتون خوشون نگاه نکنم نمیرم من به چرخه یک آدمه شوش کم بغل دیگه میرم چون بدیم در ماشین کار میکنه تلونده کار میکنه چکار میکنه خیلی اینجا گردن کار مسافر انشالله خبرتون بگم خواجه ما را دعا بتین ما بریم خاله جان تو دادم بخیر با یک بازی دعا بکنیم که برادر رو ببینم خاله جان بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا آخر خدا چاری برو پیغمبری خدا طولی برو اقوالی بیو خدا آمد راست بوده سفری یک توتم پروردگار بچم خواهرتون نکنه عید از یادتون ای فرزنداتون ای چچکاتون سرتون کنه حواس رو نمیده پروردگار سرش بام کرده من خواهر جان زیرش هم از خوب میشه انشالله برادران این آمدیم دیگه اویله خونه یک مادری که دخترشون در کرانتین در روسیه و دو فرزند شده از شما خواهر جان باید دخترچه کنم اینجا زندگی بکنم؟ شوهر ندارم شوهر دوراوی به شوهر شده شوهرشون در روسیه؟ فهمو هنه برادران آوردیم چیزی که وعده کردیم در دیگر اویلا همه اویلاد هم همون قدر 20 کیلو کارچکه 10 کیلو پیاز 10 کیلو سبزی 5 لیتر روغن 20 کیلو ارد و نسک برنج مکرون و از میریم اویلای دیگر تقسیم میکنیم در که مهاجرا خارجا در که برادرای دوگو باشیم خداوند کریم همین مهاجرا را مملکت تنجی کنه مهاجرا را خداوند نگه داره در پناه خودش همین خیلی کردگیتون خداوند قبول کنه خداوند مملکت تنجی و امانی کنه این ما را میگوز کرانتین کنه خداوند نگهدار ما خدا باشه در پناه خدا باشه همه مهاجرا را خداوند نگهدار باشه اله آمین ابراهات رحمت برادران الحمدلله اومدیم سیم اویله اینجا چی نام دارم؟ محله ارباب خاتون
اومدیم با خونه یک مادر چند فرزندتون خاله جان در مسکو؟ دو کس دختری کمی داموس 3 فرزندتون و هر سهش این حال در کرانتین و از پیشکی گفتن که فرزندتون سوختگی در همون مسکو در جای کار داموجا سوخته است 51 یک سال دو مشدم بانیسه این بچه هم نگهش مینه و کار ایشین هم را ایش سوخته ایش با بکار او شنیگاه داره با بلوی همه با کرانتین ها کرانتین هم نگهش مینه خیلی کمی مورا بجای زیاد قبول کنید خدا درک مسافر و درک برادرایی که مانند فرزند شما دور پدر مادرشون دوگو باشن که تسر های پروردگار هزار رحمت امری درست شد دو خیش نخدا قبول کنه پروردگار خدای جونشین در بگم من خدا جان من بیا بگذاری من برای الحمدلله اومدیم با چهارم اویله خونه یک مادر دیگر مادر جان بخشش شما چند ساله؟ من 71 ساله و چند فرزند تو در روسیه خدا جان؟ اکو یک همین فرزندم در روسیه و یک دختر دیگه اویلوی اونجا داره و اکو جدا اکو اویلوی بچه دار در طور همون فرزندی که این حال در روسیه کرانتین دارن چند فرزند چون در کچی بازی نمیکنن شما 3 فرزند داره زنش خودم ها خدا جان نمی چیزایی که از ما آوردگیم میرم این طرف همین بگیم که یک قسمش از طرف مهاجرایی که در روسیه یک قسمش از طرف همین سویکوری که در تاجیکستان کمکی اردن میکنن برای همون اویلوی که این حال در کرانتینن و خدا جان اشما خواهش میکنیم در همون مهاجر بچه‌ای که در روسیه هم مثلا شما خودتون میدونید که بیماری اومدگی مثلا در نمازتون دعا کنید که خدا ساق سامان همه به پیش پدر مادرش بیارده خدا جان برای دعا میکنیم خدا اله امین خدا نگهبانت خوجای خیلی در برات و کسب کردن برکت عمری درازی با برکت دیا تن و جونی صحت همه بچه‌ای که مجایرن پروردگار همیشه خدا ایمی در درنج خدا نگهبان باشونه فرزندای ما هم شما هم فرزندا عمری درازی با برکت دیا آورده که خیر پدرگاه پروردگار قبول گردونه همیشه خدا در این جهان در اون جهان سربلند و آبرو باشه الله من خدا جان نازمونین درک ما درک بردار بازم در البته همیشه برادرای این اومدیم پنجم اویله الحمدلله و در همین حوالی خدا جان چند نفر زندگی میکنیم چند اویله 6 نفریم 6 اویله یا 6 اویله چند امی گودکو همه شما دیده همه شخصونه همه شما اویله فهمو خدا جان حالا ما را ادرسه شما را نویستن که مثلا خیلی اویله هست احتیاج به کمک داره و ما مثلا به هزار رحمت و در حق مهاجر و در حق برادرایی که دور وطن دوگو باشین خدا جان انشالله دعا میکنم یک کمی مورا بجای زیاد قبول کنین خدا رحمت همه قسم رحمت من نظم خدا جان دوگو باشه رحمت یک طرف همون بچه‌ها کاری که در روسیه طرف همون هستم دوستم جدا میشن بیزنسمنایی که در تاجیکستان هستن خدا صافی انتریور بسیارتر کنه خدا جان زنده و سلامت باشن روزادار خدا ما شروع با همین سال تا روزه که 81 اکنون را شناختم که من راست دیگه خلا همین تا گذشته سبدم خونه یک ده کمیزات دیگه خیر رفته سبدم وقتی که هم مادر ما باید خبر بگیرم در یاد میزده بچه‌م باشی سلامت باشه دخترچه‌تون آمده روسیه نه ولی من خیلی زنگلر این طریق کرانتین در اوقاتی این موقعی جا بودن و چه گفتاری همه محکمه که چکر کنیم که این همین بچه رو بخیر قبول کنیم افیلاتسه شده؟ که یک دیگه برومده همینجوری هر خدا جان زیغلر شاید مثال خداوند یا کنین شما دستی به همین کمیزاتیتون به همین کمیزال چی سین سالتون رفته با خواستن یک از یه را کمک نید این نمیره یک دورو این نمیره کفته دادم بچه چند باشه؟ نمیدونم سومشا بچه همون کفته دادم میگم همون قلب میگم پیسه من دادن نمره دادم بچه تون چند ساله؟ 42 ها انشالله خوب میشه خدا جان همین در حق ما خدا جان همه وقت دعا کنید خداوند در کسب کاری ما در کسب کاری برادرای مهاجر مثلا تماشا دارم را خداوند برکت بده و ما اینم خیلی تست اویلوی کمیزات خبر میدیم خدا رحمت بچم الهی امین خدا پروردگار فیض و برکت در سرتون بریدونه خدا پروردگار کریم نگهبانتون باشه پاک پروردگار کریم بچم خدا نمی که تو بخیر پیشروتون کشوده کنه عمری درازی با برکتتون بتیه
پروردگار خدا نگهبانتون باشه. آمین رحمت خدا جان. مسافر چقدر مسافر؟ دیگه خوبه کن. مزرش نیست؟ خیلی یاد میگیرم. نمی بچه من نمی. اوزی آخوت هستم نه. اینا کارچکا خدا جان، برنج، اینا ناس. اینا راو. خدا میره چونه چیکار بله. کنم. یا دیگه خدا. اما همورا گفتم از مبارک نکردی گفتم نخو گفتم کار نکردم. این همین عروبا نیاورده بچم بالا آورده بابایا. پیش بیا. عروبا آوردیم. همورا میگم اما عروبا آوردن بالا آورده. مقصد باید ما نمی‌آوردیم. آن همی آوردن سهر خسته کن مرا رایون بر. آب دختر چیکار میگن در رایون؟ نه من رایون میرم. میرم و پیش اون همون چیزایی که پیوای نوشته چه؟ جای پیواخری. ها. آن همون جدا نمبایی رو میدن و 5 تا 10 تا میشه برندی خواب بریدن در دوش چیزا بریدن. آن آره خبریدیم بگیریم بیاریم. یعنی راه آمده سبدیم خدا جان. یک برادر یک دوست دو دگمو نبود امروز سر شما یک صد شما که گشت اختمتون خدا جان. مقصد دارو بخرین. هم درک هم برادر دو که در آمده سبدیم سمودا. پروردگار کریم خدا مودمی که خیر کرده. پروردگار در دفتر اعمالش بنویسه و عمری درازی با برکتش بده خدا نگهبانش باشه. مقصد خدا جان زیغ نشوین. ما انشالله تا حد امکان چند خیلی مومن هستن کمک ما شما روید ما نمیبریم خدا جان. هیچ وقت مقصد همه وقت شما برای ما یک مادر قهرمان این که به همین شرایط پستان با خستین مقصد دیگه که یک کسی دیگر دستگیری خواستیم بکنین تو شرایط ندارین و یک کسی دیگر خیلی در نمکدون ری بچم برو مدرسه چیکار کنم مرا بچه خیلی زرتای ما قطعی ما شناس شدین اینا هزار رحمت بچم نه هزار رحمت تو بچه هم اینا فرهاد سایوانی بیرانی رو چیز دوری در ندیدم بچه و بچه دیگه شما خورا اینا همه اینا بچه ها تو اینا می اقتیتولای کن اینا ای چی ای توی درایتش مرده آوردن یا شکیده آوردن دوده را گور کرده که اکر خیلی کوچک خلان در چیله در 23 فوریه بود دوده را برده گور کرده که اکر خیلی بوده کشه گیری بر رفته بچه ارینبورگ این زنش در اوجا نوو چید این اولی بچه کش بود چی باید این زندگی کرده سوده میگم ای بچه یا بار با تلفونم دخترم اونجا بوده اینا ببین بچه تا و چه اینا خونه رای کردم بیو خیلی من بچم گفتم رفتن نمیتونم گفتم من یک آدم منتظر شدم گفتم پهو کار نمیکنم با اون خونه جای من نمونم خود نفهم بچه خیلی میشتم خیلی چجام بیو اینا زیگان شما خواهد نبیرتون کنی؟ نبیرم چیز در تیز تیار کنه کار کرد کار کرد ها؟ بگه خدا رو تواش دو آورده کار کرد سوخی؟ چه خیز وقت نخورا جان؟ بچم خیلی چیزی که دستان اومد بچم چیکار کنم؟ یعنی کمی ما را بجور ایجاد قبول کنه خدا جان انشالله یک کارچکا هم هسته مقصد پیاز هم هسته سبزی هم هسته برنج هم هسته نسک هم هسته مکرون هسته خیلی چیزم ده میرسم الحمدلله خیلی همون آخرنگی ها بچه که دیگه آوردن اینجا من یک خراب کردم موندم همونجا جو بجو کردم شام میخیده بچهش میدوزه میگیره میرم عروبا ما میدوزه میبره عروبا ما در درونی بزرگ میفروشه بچم میخیزه یا بچه دیگه تری یا چیز ریزی نکنه فکرده گیره میگردونه میگه که سروب ماما سروب میگه عروبا تبوزه میگه دودرون سروب میرم خطی بوبوی رفتم خبریم بستم میرم در همون درون عروبا ما چیخ مونده به سختون در بروش نبشن نویتوندگی عروبا چاکی سرخاکینم خیلی میرم وای میکنم میگم که ای بچه میایی عروبایی که نیم آیا بچه خریدم سختون در گفت که اولی خوبه در کشم ما کامبیناتی قوریو و چای ما انا نیستو انا ما نون پولی نداشتیم اما عروبا را گفت که بر بفروش ما بریم نون پون بگیریم اینا میام گپای اینا هیچ گمه در خواهد زید نشه ما میریم خونه اگون خونه یک کمجد یا او پایونده او را میتیم چیزاشا جوگه ده خواه هم خیلی یک کمجد یا هسته او پایونده جوگه ده هسته همونجا ده میریم ببینیم های دوگو باشه اونچه جو اینا بدرو بچه ما ببین بچه ما یک بود یا باره ببین بچه ما نده دسته پیش خواه پونده عرض بوده خونه سلام علیکم برادرو اینا اومده خونه همون امکه که شما در یاد داشته باشه ما بزیچه بردگی بوده اینا الحمدلله پیش بیره کفای من های صاحبی 5 بزیچه چیده اینا یک تا
اینا دو تا вже ایش بوزیچای تایپ تایوره دو شخصه اینا ای زویدگی کرونش دیگه یک تا دو تا اینا سه تا اینا چهار تا اینا 5 تا مقصد صاحب 5 بوزیچه یعنی ای خلاصه بروورده میشود که ما در آینده مثالی گپ آدم‌ها در پروسه تک خروخه تقسیم نکنیم اما که مقصد یگان بوزیچه گو یگان چی بریم این صاحب 5 تا دیگه خلاصه انشالله خدا خواهد با بسیار میشه 10 سال 2 بار میکنه آره همین برادرها زعما که خبرگیر اومدیم همین تحقیقات در دو جور هم خیلی دیدیم اما که خبرگیر اومدیم زادنا گفتیم که شما در ایشون میتونید که مثلا هم خیلی پیشروی کرده یعنی سوزا میچرن به پول چیزی خداوند دادگیه مقصد هم خیلی حالا با ویس تکه بوده اینش حدث خیلی مدینه یا؟ خیلی یارم با یاد صحبت دیگه میکنه یاد صحبت دیگه یاش با بیزی چکر میشن بسوسا صفی بیزی چکر بیشه میشن خدا خواهد من برادران از مونتون این برادران هفتم اویله دم آوردیم این هم اویله‌ای که شما را خواهرچتون در کرانتینه خارجان دو تا خواهرتون و پدر شما خود شما و چند فرزند اینها شما در اینجا نگاه میکنید 5 تا الحمدلله 5 تا همین خواهر شما در مراجعت کرد گفت که اکجا ما پول نداره روان کردن مثلا اگر امکانات داشته باشه دستگیری کنه و کمی ما را به جای جا قبول کنه و در کنار برادرها داغو باشه اکجا مقصد یه همه طرفی بگیم همون مهاجر باشه برادرها اینا الحمدلله تمام کردیم ساعت با وقت دوشنبه 7 شده 7:05 وقت روزکشایی و امروز الحمدلله 7 اویله را دستگیری کردیم و هم خیلی نقشه داریم که پگم 7-8 اویله را از او رحمت که با ما بودیم برادرها دستگیری کرده استین و زنده باشین سلامت باشین خودتون احتیاط کنین و انشالله در آینده کوشش میکنیم که انم خیلی کدومی را کمک کنیم کوشش میکنیم که انمو روی همو آدم چرا که شما در نمو را دیدستین روی همو آدم ایشون ندیم واقعی در همون علا خداوند نگهبان علیک ما و شما باشد دعاگو باشین در حق ما هم دعا کنین که مثال ما هم همین کوچه ها در میگردیم با یکم کسل ما را هم خدا گرفتار نکنه زنده باشین